تحقیق فردی در مورد افغانستان کردم و محدوده زمانی که من انتخاب کردم بین سالهای 1880 تا 1978 است که ریشه‌یابی بکنم که آیا در افغانستان ناسیونالیسم وجود داره؟ اگر وجود داره چه رقم به وجود آمده و عامل از چی بوده؟ در این محدوده زمانی ما تحقیق کردیم در مورد ظهور ناسیونالیسم قومی پشتون بوده. به خاطر که پشتونا حکومت مرکزی قوی را ایجاد میکنه از سال 1880 به بعدتر و تا اینکه کودتای کمونیستی صورت میگیره قدرت از اینا دوام داره. تئوریایی که ما استفاده کردیم تئوریای مختلف ناسیونالیسم بوده ولی تئوری پس از ساختارگرایی در بحث ما استفاده شده. متدولوژی یا روش‌شناسی ما مطالعه کیفی بوده، از منابع دست دوم بیشتر استفاده کردیم. زیادتر منابع به زبان انگلیسی بوده. نظریه پس قدیمگرا، ذات باور اینا به این اعتقاد هستند که انسان وقتی که زاده میشه در خانواده زاده میشه و خانواده از خود یک هویت داره. اونا یا عضو یک قوم خاص هستند یا یک ملت خاص هستند. پس وقتی که انسان زاده میشه با هویت زاده میشه و هویت ها از دیدگاه از اینا قدیم است، یعنی تاریخش معلوم نیست. انسان همیشه از خود هویت داشته. دیدگاه اینا در همه اعصار انسان ها دارای هویت بودن. از دیدگاه اینا آهسته آهسته وقتی که جوامع پیش میره پیشرفت میکنه و دولت های به وجود میاد، همین ملت ها بودن، همین هویت ها بودن که ملت ها را تشکیل دادن یا دولت ها را تشکیل دادن. یعنی برای اینا اول هویت مهم است، بازی هویت سبب شده که ملت به وجود بیاد، باز ملت دولت به وجود آورده. مدرن گراها در مقابل از اینا میگن که نه، میگن که ملت و ملتگرایی یک پدیده است که بعد از مدرنیسم یا مدرنیته در غرب به وجود میاد. یعنی از دیدگاه اینا میگن که وقتی که نظام سرمایه‌داری در جامعه غرب جا میگیره، آهسته آهسته مردم به شهرها رو میان و شهرهای بزرگ ایجاد میشه. وقتی که مردم وارد شهرها میشن ممکن اینا از فرهنگ‌های مختلف و زبان‌های مختلف آمده باشن در یک شهر وارد شده باشن، ولی به خاطر رونق بازار اینا مجبور هستن که یک فرهنگ، یک زبان از بین زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف انتخاب بکنن و این فرهنگ و این زبان فیما بین مردم میشه، بالاخره به می زبان ملی و فرهنگ ملی میشه و به می شکل ملت به وجود میاد. اینا ناسیونالیسم ارتباط میتن با مدرنیسم و سرمایه‌داری. در مقابل این دو نظریه قوم نماد یا اتنو سمبولیست هستن که اینا ادغام میکنن دو نظریه را با هم. اینا میگن اینا میپذیرن که هویت ها قدیمی است، هر کس در هویت وقتی تولد میشه در یک هویت تولد میشه و از خود هویت داره، ولی اینا میگن که بالمقابل دولت ها هم در هویت ها سهم مهم داره. میگه به این معنی که اینا ادعا میکنن که امکان نداره که بدون قدرت یک هویت به وجود بیاد. درست است که دولت هم سهم داره ولی از دولت نمیتونه که یک هویت را در ذهنش آمده باشه او را بگیره انتخاب بکنه، ولی مجبور است یکی از اون هویتایی که موجود بوده را استفاده بکنه، دیگر هویت‌ها را ترک بکنه و دولت هویت ملی بسازه. ولی نظریه پس از ساختارگرایی کاملا تمام این سه نظریات رد میکنه و اصرار زیاد بالای کلیدی بودن قدرت میکنه. یعنی اینا میگن بدون قدرت هیچ امکان نداره هیچ هویت بتونه هویت‌های دیگه ترک بکنه خود جانشین از بسازه. پس قدرت حرفی کلیدی است برای پس از ساختارگرایی. امو گفته فلسفی فوکو خیلی معروف است، پاور نالج، بدون قدرت حتی دانش امکان نداره. پس هر دانش، هر هویت ارتباط بودنش و نبودنش ارتباط با قدرت میگیره. من زیادتر از متأسس زمین نظر سیوم هستم، چهارم هستم. ببخشید. مدل های ناسیونالیسم سه نوع مدل وجود داره در ملت سازی. ملت همگون سازی اسیمیلیشن، ملت یک پارچه سازی نمونه فرانسه که زبان و سرزمین مشترک باشن اهمیت داره، و چند فرهنگی یا مولتی کالچرالیسم نمونه بریتانیا و هندوستان. ناسیونالیسم چیست؟ ناسیونالیسم باور و اعتقاد است مبنی بر اینکه ویژگی‌های ملت ارزشمند است و باید پاسداری شود. برای برآورده شدن این هدف
حق مشروع ملت است تا دولت جداگانه و مستقل از ملت‌های دیگر تشکیل دهد و بده و حق و حاکمیت ملی از آن اون ملت است. روند ملت سازی در کشورها از دولت فرق نمی‌کنه. کشورها تا اندازه با واقع نگری تاریخ را نوشته میکنن، هویت ملی خود جور میکنن که من به این باور ندارم، ولی ادعا وجود داره که کشورها کوشش میکنن به یک شکل عینی تاریخ رو تدوین بکنن که من اصلا به این باور. ولی راه دومش جهت‌سازی هویت که به نظر من یعنی اکثرا از این میتود دوم استفاده میشه. دوم در جوامع که استعمار شدن و جوامع استعمار نشده بسیار مهم است. در جوامع استعمار نشده قصه ملت سازی جداست و در جوامع که استعمار شدن جداست که افغانستان در کاتگوری دوم میاد. پیشتر من در بحث گفتم تنها داشتن دولت مهم نیست به خاطر ایجاد ملت، اندیشه ها هم مهم است. خب ما گفتیم که اندیشه های ناسیونالیسم یا ملت سازی اول در اروپا به وجود آمد. پس ببینیم که این اندیشه ها چطور وارد افغانستان شدن. از دیدگاه من ورود اندیشه های جدید و شکل‌گیری ناسیونالیسم پشتون ارتباط مستقیم به شخص محمود طرزی داره. وقتی که محمود طرزی پس به افغانستان برمیگرده، سراج الاخبار تأسیس میکنه و یک حرکت به نام افغان‌های جوان که پیشتر ما یادآوری کردم یک کپی از ترک‌های جوان است ایجاد میکنه. پس از دیدگاه من محمود طرزی پدر ناسیونالیسم افغانی است. محور اساسی دیدگاه‌های از او زبان پشتو بوده، تاریخ افغان‌ها بوده و پان اسلامیسم. دقیقاً شعار ترک‌های جوان همیست زبان ترکی، دوباره نویسی تاریخ ترک و پان اسلامیسم. چیزی اضافه نمی‌کنن، صرف عوض ترکی پشتو می‌سازن. و تاریخ 14 سپتامبر 1914 در مورد زبان در سراج الاخبار طرزی چنین می‌نویسد: حالا مهم است تا درباره یک مسئله حیاتی توجه نماییم، درباره زبان ملی ما پشتو. اولا باید بدانیم که هر ملت زبان ملی دارد که برای آن زندگی میبخشد. ملتی که زبان خود را از دست میدهد زندگی خود را از دست میدهد. حفاظت اساسات زبان هر مملکت همان قدر مهم است که حفاظت جان آن. ما ملت افغان گفته میشویم و وطن عزیز ما افغانستان است. ما عادات خاص، اخلاق و زبان ملی خاص خود را داریم که پشتو گفته میشود. ما باید این زبان را حفاظت نماییم و تلاش نماییم تا آن را تقویت نموده و رشد بدهیم. هر طبقه افغانستان باید این زبان را یاد بگیرد ولو اینکه پشتو زبان نباشد. مکتب‌های ما باید تدریس این زبان را وظایف مهم خود بسازند. امان الله خان آدم از مدرنگرا، از پدر خود و از جد خود تفاوت دارد. این مشروعیت خود میخواهد که به دو اساس بگیرد. پشتونیزم تغییر نمیخوره ولی اسلام عوضش مدرنیسم میشده. مدرنیسم به این معنی که میخواد این بار مشروعیت خود از ملت بگیره. چه رقم میخوای تو میتونی مشروعیت از ملت بگیری؟ با جمع کردن نماینده‌های ملت. خب این کشور که دموکراتیک نیست، پس چطور میتونه نماینده ملت جمع بکنه؟ خب یک شمار نهاد رو جور میکنه به نام لوی جرگه که از کشور از ملت نمایندگی میکنه و بعد مشروعیت میده. این متدی است که امان الله خان استفاده میکنه و تا امروز دوام داره. چند قبل دوستان شاید خبر داشته باشن که نظامنامه ناقلین از طرف وبسایت‌های مختلف نشر شد که در زمان امان الله خان تصویب شده بود. استعمار داخلی ما پیشتر گفتیم که از زمان امیر عبدالله خان شروع میشه به شکل زورگویانش، ولی در زمان امان الله خان رسمیت می‌یافت. شما یک قانونی دارید که دولت پاس میکنه و برای تمام مراکز دولتی در تمام ولایت‌ها پخش میکنه و قانون نمیگه که تحت چه شرایط ناقلین شما میتونن جای بدین در مناطق مختلف. پس رسمیت میبخشه. یعنی چیزی که ما میخوایم اینجا بگوییم است که در زمان حبیب‌الله خان با آمدن محمود طرزی نظریات و اندیشه های مدرن ناسیونالیسم وارد افغانستان میشه و ناسیونالیسم قومی پشتون بنایش گذاشته میشه. در زمان امان الله خان رسمی میشه و
در زمان